مزاری تا بر فراز جایگاه شرف حضور پیدا کنند. با همراهی دستان گرم شما. دوستان عزیزی که زیر لایو هستین لطفا لایک کنین، شیر کنین. قسمت مهمی از برنامه رسیدیم که سخنرانی های دختر رهبر شهید است. تشکر میکنم از همه شما دوستان عزیزی که زیر لایو هستین. به نام خالق برابری، با یاد و درود بر شهدای راه آزادی و عدالت خواهی و با سلام خدمت سروران گرامی. و چه زیبا میگوید زن محبت میکارد و کینه درو میکند. تاریخ وطن خود گواه آن است که زنان این نیمه توانمند و پرشور اجتماع چرا و چگونه راه خود را برای حضور داشتن پیدا کرده و برای بهتر کردن اجتماع چه تلاش هایی کردند. در واقع خودباوری و درک درست شرایط اجتماعی و سیاسی زنان بوده است که باعث شده در دوره‌های مختلف ما شاهد نقش آفرینی‌های بسیار ارزشمند زنان باشیم. از رخشانه یا رکسانا، سلسال، سلطان رضیه، ترکان خاتون تا گوهرشاد بیگم در عرصه سیاست گرفته و تا در عرصه مقاومت و دفاع از وطن و عزت همچو شیرین، ملالی، ام سنگری و چل دختر و یا در هنر و ادبیات مفاخر و مشاهیری همچو رابعه بلخی، محجوبه هروی و صدها نمونه دیگر. تمامی اینها دلیل بر همین ادعا هستند. نیز باور به همین توانمندی و نیاز به وجود و مشارکت اجتماعی و سیاسی باز در بین خود زنان بوده است که شاهد ورود شجاعانه و خیره کننده زنان در عرصه های ورزش، صنعت و دیگر مسائل نیز هستیم. این خودباوری قطعاً از پیشگامانی چون اسما رسمیت ارزی و تا پیلوت نیلوفر رحمانی و نامآوران افتخار آفرین های بین المللی چون همچو سمیه غلامی هستیم. پیشرفت هایی که مرهون تلاش آگاهانه و حتی با خون دختران این سرزمین همچو موعود، کاج و سید الشهدا آبیاری و بارور شده است. این درخشش ها هرچند آهسته اما پیوسته در حال رخ دادن هستند و همواره ادامه یافته و اینک با زکیه خدادادی و امثال او درخشنده تر می شوند و الگویی برای نه فقط زنان که برای مردان نیز می شوند. گرچند پشتکار خودباوری زنان و خود را نیروی محرکه و عامل اصلی این وجود پرشور در جامعه می دانیم، با این حال باید به شرایط و ایجاد بستر در این دوره ها آن هم توسط مردان آگاه نیز توجه کنیم. در تفکر و اندیشه پیر ژرفنگر ما زنان و توانایی های آنها از جایگاه رفیعی برخوردار بودند. زین رو بود که بابا می گفت زنان نیمه فعال
زحمتکش، محروم اما نستوه جامعه هستند که باید از کلیه حقوق انسانی برخوردار باشند و باید بتوانند در همه عرصه‌های حیات اجتماعی سیاسی کشور فعال باشند، انتخاب شوند و انتخاب کنند. بر این اعتقاد بابا در کنار تمامی مطالب، ارزش‌ها، باورها، منش‌ها و حتی استراتژی‌های او برای تحقق اهداف والای انسانیمان باید به خود افتخار کنیم، زیرا در آن شرایط و زمان پیچیده و سخت آن روزها این پیشوای شهید ماست که با این فراست و صداقت از محرومیت زنان سخن می‌راند و بر نقش محوری زنان و حقوق آنها برای اولین بار و به عنوان اولین نفر ماندگار و مسئولانه صحبت می‌کند. حتی فراتر از آن برای بازگرداندن نقش محوری و ایجاد فضا، آن هم توسط خود زنان، راهکارهای بسیار مترقی و هوشمندانه و کارا را نیز ارائه می‌دهد. او معتقد بود به جای دادن امتیازات نامی و سطحی باید نقش و مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف برجسته شود تا ذهن جامعه پذیرای این واقعیت مدفون شده گردد که بله، زنان هستند و می توانند در تصمیم گیری ها سهیم و حتی کشور و مملکت را اداره کنند. بابای شهید همانطور که برای مردم خود و حقوقشان تلاش می کرد، همچنین سهیم شدن در تصمیم گیری را مشارکت سیاسی می دانست و نه چند پیشکش مثل وزارت یا امتیازات زودگذر. همین اعتقادات راسخ و خواسته درست و منطقی را نیز برای محروم ترین کتله اجتماع، یعنی زنان و سایر محرومین و ستمدیدگان نیز می‌خواست. برای هویت بخشی نه فقط برای مردمش که برای همگان تلاش می‌کرد که او بابای محرومین و دربند شدگان تاریخ افغانستان بود. تمهید و ایجاد کمیته و کمیسیون زنان در حزب وحدت خود نمونه آشکاری از پایبندی بابای شهید و باور و گفته‌هایش هست. یعنی در ابتدا با ایجاد شرایطی در میان زنان کمک کرد که آنها تشکیلاتی را توسط خودشان و برای خودشان، آن هم با ایجاد فضای رقابتی سالم و برگزاری انتخابات به وجود آورند تا ذهنها در هر سطحی آماده و سپس گام به مراحل بعدی گذارند. حتی فراتر از این، بابای شهید با برگزاری انتخابات درون حزبی و تعیین اعضای شورای مرکزی حزب بین زنان و مردان و زنان نقش تصمیم گیری و تعیین کننده در تمام مسائل حزب را داد. در واقع او میخواست با چنین اقدامهایی زنان را نه تنها دعوت به فعالیت کند، بلکه با فضاسازی ها و هویت بخشی به زنان آنها را در تصمیم گیری ها سهیم کند تا زنان نه تنها در تعیین سرنوشت خودشان که حتی بتوانند در تعیین سرنوشت جامعه نیز صاحب اراده و قدرت باشند. به عبارت دیگر، هویت سیاسی که پیشوای ما برای قشر مظلوم یعنی زنان میخواست،
همان را برای سایرین و مردمش نیز میخواست تا این اندیشه عدالت خواهی، پذیرش یکدیگر و حق خواهی در ذهن و فکر زن و مرد این جامعه درک و ماندگار شود. لذا تقلا و تمایل امروز زنان و حضور در تمامی عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تحصیلی، هنری، ورزشی و سایر موارد را یکباره و ناگهانی نمی‌دانیم، بلکه بدانید اندیشه و دقتی عمیق و ژرفا در آن نهان و نهادینه است و هیچ انحصارگر متعصبی را یارای تقابل با آن را نیست که اراده امروز زنان برآمده از خواستن و باورمندی به تواناییشان و حساسیت و تعیین سرنوشت فردی و جمعی امری تعریف و تمرین شده است که زنان را به پایداری و ایستادگی وامی دارد. اراده ای که قبلتر در ذهن و رفتار پیشوای ما از طریق بررسی انتقادی از تاریخ گذشتهمان، پذیرفتن اشتباهات و بی‌عدالتی‌های تاریخی تعریف و طراحی شده است و برای جبران و التیام بخشیدن بر زخم‌های تاریخی وارده بر زنان با ایجاد یک نقشه راه علمی و عملی در صدد رفع آن برآمد. ما نیز مخالف هر گونه تحریف و تفریق و یا ایجاد سد و حدی در برابر احقاق حقوق زنان و نقش مؤثر آنها در جامعه امروز هستیم. لذا معتقدم زمانی زنان افغانستان می توانند به تساوی و آن شعار پرمفهوم برابری برسند که در کنار شور و توانایی مشارکت فضاگستر، تسهیل کننده شرایط و خودمحور باشند، چرا که یکی از بحث برانگیزترین مسئله امروز افغانستان نه تنها جایگاه و نقش یا باورمندی و اعتقاد به نقش زنان در جامعه، بلکه باور و توانایی ما زنان و برای ایجاد شرایط نقش آفرینی هست. به عبارت دیگر این ما زنان هستیم که باید اول بدانیم و بپذیریم که می توانیم شرایط را برای حضور برابر خود در تمامی عرصه ها ایجاد کنیم تا منتبار شرایط اجتماعی و سیاسی و حتی مردان آگاه و برابرخواه دوران خود نباشیم. معتقدم زنان افغانستان به این آگاهی و خودباوری تا حدود بسیاری رسیدند، همان طوری که ما امروز شاهد مبارزات زنان شجاعمان در افغانستان هستیم. از همان روز نخست سقوط و در حالی که دنیای پرمدعا با تمام شعارهای رنگارنگش و با تمام شکوه و قدرت مالی و نظامی خودشان میدان را خالی کردند و نیز مردان هرچند آگاه و دلسوز ما که به هر دلیلی مجبور به ترک صحنه شدند، همین زنان روشن و آگاه دلیرانه به صحنه آمدند و پرچمدار مبارزه برای برابری و عدالت شدند و تا این دم نه مردانه که با شکوه و عزت زنانه همچنان و مداوم و بدون هیچ چشم داشتی پر امید و استوار میرزمند. همین اراده و خودباوری تعریف مزاری شهید از هویت سیاسی و اجتماعی زنان است که ما نیز بر آن سخت باورمندیم. بار دیگر و در این محفل یاد بود از بابای شهید اعلان می‌دارم که در شرایط اسفناک امروز و با درخواست مکرر شما مردم و با اصرار
از اوضاع و امور دارند به صحنه آمدم تا نقطه وصل شما به یکدیگر باشم. تکبیر! شما را به وحدتی دوباره میخوانم که منافع امروز شما فقط در با هم بودن و وحدت شماست. و دنبال تشکیل و ایجاد حزب جدیدی نیستم. ادعای رهبری نیز ندارم. قاطعانه‌تر و واضح‌تر میگویم روی سخنم به کسانی است که در 29 سال گذشته منافع مردم را قربانی منافع خود کردند و کسانی که تا این دم و این لحظه حتی جرأت گرفتن نام بابا را نداشتند. 29 سال از بیان رشادت‌های بابا و یارانشان ابا داشتند و یا سکوت کردند. از وفای به عهد بابا با مردمش سخن نزدند. همین هایی که امروز سعی در تحریف واقعیات و حق خواهی، رشادت و پایداری و حتی شهادت بابایمان دارند. در این مدت حتی یک بار یادی از 22 یهود و نحوه شهادت بابا و یارانش نکردند. همانهایی که حتی کمیسیون و گروهی برای تحقیق و یافتن حقیقت ایجاد نکردند. چطور شده که بعد از 29 سال هر کدام روایت و قصه های جدید از آن روز و از آن حماسه و مقاومت مقدس غرب کابل دارند؟ منافعی اگر برای این مردم مانده فقط در باهمی، همگرایی و وحدت است که تأمین می شود، نه با خوشخدمتی، توهین به بابا و شهدای راه عدالت خواهی و نه با تحریف تاریخ. من زینب مزاری بار دیگر از این نیز می‌گذرم که میدانم نکبت گریبانگیر امروز در بی اتفاقی و خودفروختگی عده‌ای پرمدعاست. لذا برای اتحاد دوباره و برای اینکه باز به وزنه‌ای در تعاملات سیاسی تبدیل گردیم، باز شما را به هم فکری و وحدت میخوانم و برای ایجاد این اتحاد و منسجم سازی و دیدن تمامی سران احزاب، ریش سفیدان، متنفذین، بزرگان، مراجع، متخصصین، آگاهان، جوانان، زنان و مردان و هر آن که خود را دلسوز این مردم می‌داند و در تلاش برای بهبودی اوضاع خواهم رفت و در این راه به همفکری و مشورت همگان نیاز دارم تا با اجماع و همگرایی راهی بیابیم. خوبی، منافع، خط مشی و استراتژی تعیین کنیم تا از بنبست امروز عبور کرده و برای احقاق حقوق خود و منافع انسانی من تلاش کنیم و در این راه وحدت و یکپارچگی، هر آن که سنگاندازی و مانع تراشی می کند خائن دانسته و به پیشگاه شما ملت شفاف و واضح معرفی می کنم تا شما مردم قضاوت کرده و تصمیم گیر باشید. در آخر از تمامی برگزار کنندگان 29مین سالیاد شهادت رهبر شهید در تمامی جهان و خصوص برگزار کنندگان این مراسم مردمی و از شما مهاجرین مقیم مالمو تشکر قدردانی را می نمایم و من الله توفیق.